نه وقتی که روز 5 ایول رئیس ولایت تشریف آوردن و آدم اومدن اینجا یا دیدن خب گفتن که حقانی جای استراحتگاهی که در تاریخی تاریخ دیگه خیلی جا نیست. اینجا جایی که جای استراحت بود هوا تازه و آدم وای کردن که 3 تا پروک به حساب منو رئیس ناحیه عینی با فرمان دادن که خونه استقامتی آموزگار وادی یغناب ذمه شما با چون که من چند سال باز که همین آموزگار در همین مکتب 4 سال باز استقامت کردن زنی بچه کشش کرد در همین مکتب استقامت کرده. من همه آمده چه خیلی که دیده استم 4 سنگ موندن برفتن همین برفتگیشون دیگه یگان نامشون نیست وعده خوش خالی در همین وادی یغناب چند خوجگی که باشن هم مکتب هم 4 سال باز همین مکتب فعالیت دارد. دیگر مکتب ها سبب قشلاق ها که دور هستن همه قشلاق ها با مکتب های 4 ساله هست. بعد 4 ساله در اینترنت های شهر خوجان یا دوشنبه رفته تاثیر کرده استادیان بچه‌ها نه این اما شخصانی هستن حالا نمیخوان که وادی یغناب آباد شود. همین رایون عینی میفرمادم تو به زمین نیست یک بچه دارم تو زمین های دیگه جو وای کرده استادیان وای کرده من همه ارزم با گردانده دادم تو به زمین نیست. من التماس میکنم که یک تر همین یغناب بر رئیس شود یک تر همین 20-30 تا رئیس کردن دیگه بیچاره ها آخه موندن همین حق میگیرن وای میکنن لبی روش عینی به میتن لبی روش خداشون وای میکنن 2 بار 3 بار پیششون در اومدن زمین نیست میگن تو با آدم چولاق با سال 2016 با فرزندان مصلحت نمودم خواستیم که برای احیای زبان سوقدی با وطن اجدادی هم با خون یغناب کوچ بستم اومدم خود را در قید یغناب ماندم در ناحیه عینی خانه یک بابایی که کونه بود ویران کرده خانه نو ساخته ایستادم همین ساخته ایستادم با هر راه بهانه صد راه من میشوند که تو اجازت نگرفتی و نزدیکی با کمیته زمین اومده است که به حجت به سرتیفیکات تو خانه کردی به اجازت کردی من فهمیدم که من خانه بود کنم اولش اینکه گفتم این زمین چراگاه است این حوزه هیچ کی حقوقی نه خانه دادن داره نه گرفتن داره این چراگاه است. دومش اینکه من خانه بود کردم در کار باشه همش میکنیم و خانه گرفتن نمیگه و یا گفتن که باید اول اجازت کنی و بعد خانه کنی. من گفتم هم خانه میکنم و نه که من خانه گرفتن نمیبرم این خانه همجا میسته نه که هم خانه های یغناب یگانش حجت ندارن چرا که همش که اگر داشتگی باشند من هم میکردم همین وقتا نه که یگانش نداره حاضر میگم و یا پیشتر اومده و فرقش چیه؟ من هم گرجده این تاجیکستان کو